سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پس‌های خانگی. ما امروز همراه یک نوع تورت میگه تیار میکنیم. پرستای ریسیپت که محصولات به ما لازم است 250 گرم آرد، 200 میلی لیتر شیر ما در حرارت خانه باشد، 100 میلی لیتر روغن رستنی نیم استکان میشد، یک استکان شکر 200 گرم، دو دانه تخم، یک پچکه رزرخلیتی، 2 قاشق کاکائو لازم است. ما در اول خمیر منو تیار میکنیم. من دو دانه تخم میگیریم به میکسر یکان چی لازم یه وینچیکی من دو دانه تخم من شکرامای همراه داره با وینچیک لب میزنیم. من با وینچیک من خوشبو لب میزنیم. خوب می روغنامه همراه میکنیم. یک دو دقیقه لب میزنیم. تمام روغنامه همراه کنیم. من شیر رو مخته کنیم. من آرد حتما رزرخلیتیله بالی آرد با نکنم من دو قاشقی تمام کاکائو همراه میکنیم. من همیشه شروع عائله میگذارم. همه محصولاتای شروع آمیخته میکنیم. در نشبه اردک نماند شروع کرد. من خمیری ما تیار. من سویفه چخه شود. من امکای قالبه پرگامتنی بومگی کرم 26 سانتیمتر قالبی کلان. من محصولاتی تیار کردم شروع میریزیم. من گرفتم دوسیه مرتبه طالب زنید که یخیل گرد قالبه با مدتی 160 درجه بنپزم. من همه وقت بیسکویته با مدتی 40-45 دقیقه تیار میشه. 160-170 درجه بر من راستی که بسنانه 160 درجه بنپزم. واسه تفتانه در گیرانده داری تفتانه کشاده ماندگی تفتان سخت گرم نیه. اگر دهنش پشت مانید یک بار تخه کنی تفتی بلنکی خام پزر میشه. برای همین دهنی تفتانه کشاده مانید در گیرانده. من بیسکویتی ما هم پخت. من چوبچکی درونشم بینیم پخته است یا نه. من یگان وقتی چوبچه به نچسبید اگر می چوبچه به چسبد حالی بیسکویتی ما خام. من دو تا تخم که بین چخل پدیاماش شروع شد. من چپا میکنیم اکو. من چپ کرده میزنیم پشتاش چخل تیار شده است. گرده بیسکویتی ما چقدر تیار شده است. پدیاماش بینی چخل شد. دو دانه تخم که من چقدر عجایب تیار شده است. پشتشم بینید شروع من تیار شده است. تا خنک شده نش نگاه داشته سانه خمیر مایه همه بیسکویت مایه به 3 قسم تقسیم میکنم. من بیسکویت های الکی من به 3 قسم تقسیم کردم. من چقدر بینید درونش یگان قطعه خام مانده که نیه. من بینید شروع پخته است. من 3 قبط به تقسیم کردم. ما بیسکویت همو باید تواراژنی کریم میکنیم. من کریمی سخت شروع ویدیوش کانال با هست. پایانی ویدیو با میمانم سیل کشه. من ملکاکی آب جوشه همراه کرده کمتر سیراب تیار کردم برای قبطاشکی ملایم بیاد. خودش کریمش هم تواراژنی ملایم میشه. یعنی خوشخوری نقص تیار بیاد از یک کریم.
نه برای نجومیدنی تارتما تگشم من کمتر کریم میکنم. کریمامو ببینید چه سختی خشرومدگی. نه سرابی تیار کردیم. میتونید شکر کی تیار کنید. قیامی قفص نیو می سویو. نه هر یک بشه کریم میکنیم. نه کریمامو چه سخت. کاشتما با مناسبت عید قربان. من یکم قبطش کریم. اکنون دویم قبطش میمانه. ما دویم قبطش من سیراب میکنیم. من تارتا خشروع کریم کرم. من سیر قبطه. من چه شو. من با مدتی 2-3 ساعت خالدنی بگذاشته بعد آرام میدیم. من چیگونه میبینید تارتی ما کریمه شخ شد. من از روش به شکلات میکنم. من شکلات علاقه مایده کرم. من مخصوصا خیلی شکلات مفروشد مغازه ها با یا کاندیترسکی همین پرودکتا چیز مفروختگینده. من مخصوصا خیلی شکلات های کیلوباینه. از این کیلوباین بود گرفتم. خودش روانشه مخصوص برای همین پخت و پز بینه شکلاتش نقص آبکنیش هم نقص و برای استفاده بری بسیار قیمت هم نیه. کیلوش 200 روبل. اون که 1 کیلو برید و چه کباب کنید چه استفاده برید. من حاضر آب میکنم همینه. میتونید پلیتیچنی شکلات استفاده برید و میگه وزدوچنی نیه. وزدوچنی آب کنیم میسوزد. برای همین از من اینه میکروم آب میکنم شکلات. من چه ببینید شکلاتش ببینید خشرو آب میشه. من رنگش هم خشرویی و قفصی نست. میتونید این شکلات ها میکروم کنید. نیو این شیشه می یگان که صبح گرفته ولی آب جوش من مانه یک دنبه آب میشه. من خشروی بری تارتامو میریزیم. همه جای تارتامو شکلات میکنه. یک خیلی شکلاتی من سیاه میکنیم همه جاشه. تارتامو خنوب بودم و لکه شکلاتامو شخص ساز. من شروع شکلات کردم. من شکلاتش هم شخص شد. من 2-3 قاشق من کریمه گرفتم. میشابه طرز آراتیش. من چاپچه میگیریم. من اخدامو همین گلمی مثلا گریم گلمی یگانچی من میکشیم. بالا همین شکلات با چه فانتزی خودمو که من میکشیم. گلمی چه باشد مثلا گریم همین آراتی با گلچی مایده میخوام کرده. من همه جای تارتامو با میکشیم من چاپچکی. من گل کشیدم. خیلی رسامم نیو خیلی تا چنین امکان. من هر همین گلی کرگمو با من کل کریمامویه. من میتر گل میکنیم. اباله مو خیلی کشتگمو کریمامو که من گل میکنیم. من میتر همه جایی همین خیلی کشتگمو با شروع من برگشمیم. راهی آسانی خیلی آراتی. همش همین طور میکنیم روی همین شکلاتامو.
mana چگونه میبینید گلی کرگیاما و کشتگیاما با همش به کریم کرم اکو وزی آرام بیتیم بایا باری دیگر کرمی کاکاو گینکی mana ya bari دیگر mana یک قاشق کاکاو قاش کردن 2 قاشق کریم با ya bari دیگر همین بالای گلی کرگیاما شکلات نشه mana درونش میکنیم میتونید هم تو بیچینی به کیچاپ بگیرید میشد من هر یکش به با میخگره و دویم قبطهش میکنیم نگم خیلی قیمیش نیه برای دسترخوانی ایدی قربان من خیلی تارت تیار کردم کرمی گل بسیار جم نیه خیلی گلو نکین بیچینی گل همین هر یک قبطهش من همین چکار نیامویم میکنیم من این طور یه بار دیگه کدام گلی کرگیاما با خیلی میکنیم من تارتیمو چخه شد من دویم شکلاتشم کردم اکو چیکار میکنیم من یکان چوبچه زوبچسکی گرفته من اقتی کشالا میکنیم کریم مویا هر یکشه گلش کرگیامویا این طور میکنیم خواهید همین طور کنید نخواهید همین ایسته میشه با زیبا میشه اینو تیار کنید چه آسان اینو شما هم حتما ایده رو تیار کنید yardımcı من yanımda برابری من گوزسیم من تارتیمو خیلی تیار شد من جایبات خوشرو شد تیار کنیشم من عادی من گرداشم من گلی خوشرو شد من 2-3 ساعت خالدینلیک مونده بعد درونش ریز کردم ببینیم که خیلی درونش هم چقدر تیار شده است من چگونه میبینید تارتیمو هم دم گرفت من درونش ریز کردم ببینیم که با تواراژنی کریم تارتیمو چقدر تیار شده است نه من قبطه چخلنده است من چخل اجایب آدمده است من قبطهش من چخل من کریماشم اجایبات تماما دل نمیگیره من کم خرچ من دودان تخمی که من چخل تارتی کلان تیار کریم من شما هم حتما برای ایدی قربان تیار کنید من تارتی بینید خوشرو تیار شد کانالی ما را دستگیری کنید پادپیساtsiya کنید و یارو دوستای کانال با دعوت کنید باز انشالله با دستگیری شما انشالله باز ویدیوهای بهتر و بهتر میشه خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید